ایدی فطیر نزدیک می آمد که به ایدی فیس معروف است. عیسی بطرس و یوحنا را فرستاد تا خوراک فیس آماده کنند. آرزو داشتم که پیش از رنج دیدن با شما خوراک فیس بخورم و شما بگویم تا از می ملکوت خدا صادر نشود آن را نخواهم چشید. شکری کردگار عالم خداوند ما کی این انگور عطا کرده ای. بگیرید و بین خود تقسیم کنید. تا ملکوت خدا فرا نرسد من شربت این میوه را نخواهم آشامید. شکر تو ای کردگار عالم خداوند ما کی گندم به ما عطا کرده ای. این جسم من برای شما رنج کشد و شکرانه این نعمت مرا یاد کنید. این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود و این است دست کسی که به من خیانت می کند با من در سر یک سفره است. در واقع فرزند انسان با راه برود که خدا در لوح تقدیرش نبشته، لیکن وای بر حال کسی که به خدا خیانت کند. نخواد یا توبه. خدایا خواهین کیست؟